السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادرم و خواهر عزیزم، هر روز به هر یکی من و شما خبر می آید که فلان وفات کرده است. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. و بر اون در مکانهای نماز جنازه نماز می خوانند و در مقبره و قبرستان گورش می کنند. و بدان که یک روز نام من و نام شما نیز در این فراغ زندگی و بعد از اینکه وقتمان می آید به اون مقبره و قبرمان خواهیم رفت. فرقی ندارد که بعد از زمان بسیار یا کم. پس برادرم و خواهر عزیزم، احسن العمل را انجام بده. عملت را خوب و زیبا و با طرزی انجام بده که الله از اون عملت راضی باشد و از اون عمری که بر تو باقی مانده است اون را دریاب کن، وگرنه پشیمان خواهی شد. ای خواهرم و برادر عزیزم، بدان که موت، مرگ انتظار تو نخواهد بود. مرگ انتظار نخواهد شد که کی این انسان مستقیم می شود، کی هدایت می شود، بلکه تو مردن و مرگ را انتظار باش و با مردم با خلق و یک معامله زیبا معامله بکن تا که الله همه ما را ببخشد. خواهرم و برادر عزیزم، وقت خود را دریغ شمارید. امروز در نزد تلویزیون ها انسان ها بسیار می نشینند. یک فیلم 1.5 ساعت، یک بازی فوتبال 1 ساعت و 90 دقیقه، اما وقتی که به نماز نگاه میکنیم 5 دقیقه. باید بدانید که جهنم تمام حیات است. جهنم ابدالابد است، خالدین فیها ابدا. جنت ابدالابد است. به این لذت های ناچیز این دنیا گرفتار نشوید. پس تأمل بکنید. در واتساپ 300 و هزارها دوست دارید، در جوال و تلفنتان صدها دوست دارید، در منطقه و مکانتان صدهای دیگر دوست دارید، اما در حالت شدت یک تا دارید. این الله است. در جنازه اتان باشد تنها اهل شما است و خلاص. در قبرتان شما تنها با عملتان هستید. عملی خوب کردید با یک صورت زیبا و خوب، عملی بد کردید یک رفیق و بد و روسیا که در قبرتان این عملتان شما را عذاب خواهد داد. پس هیچ غرابتی ندارد. حقیقت این است که به شما غیر از نماز و صلات هیچ چیزی منفعت نمی بخشد. غیر از ایمان، غیر از توحید، غیر از سجده به الله رب العزت و الجلال دیگر نجات وجود ندارد. پس اگر شما در روی قرآنتان غبار دیدید، چنگ دیدید، به نفستان شرم دارید. این شما بودید که این قرآن کریم کلام الله، بهترین معجزه الله را ترک کردید تا که بالایش غبار بگیرد. علما میگویند هر کسی که قرآن را 3 روز به عذر ترک می کند از هاجر قرآن حساب می شود. پس برادرم و خواهر عزیزم، جنازه امروز پی جنازه هست، وفات کردن بعد از وفات است و هر روز اخبار مردن و وفات به ما می آید. یکی با سبب حادثه ماشین، دیگری به سبب مریضی، دیگری در راه میگشت به یگان مریضی، کسلی، به یگان مشکلی سبب در راه غلطید و وفات کرد. همه اونها دنیا را ترک کردند به پشت سرشان و ما اونها را به قبرها گورانیدیم زیر خاکشان. فحتما زود است که امروز یا روزی بعد روزی من و تو هم خواهد آمد. پس عده را مجهز بکن. پس به این سفر مجهز باش. ای آنی که توبه را به حجت این که تو جوان هستی ترک میکنی، ای آنی که به این دنیا مغرور گشته ای، به سوی الله بازگرد.
شاید که به سن بزرگی نرسی. پس بدان که دنیا سه قسم است، دیروز بود و امروز است و فردا. دیروز را ما زندگی کردیم که دیگر نخواهد آمد. امروز را که گذرانیدیم و می گذرانیم و فردا را نمیدانیم که چی کار میکنیم. پس کوشش بکن. الله ها، ما از تو می طلبیم که حسن خاتمه بر ما ببخشی و ما را از جمله نجات یافتگان و از جمله کسانی بگردانی که از اهل جنت باشیم. آمین آمین یا رب العالمین.